سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ بیاین با 2 سوال شروع کنیم. آیا تا حالا حس کردید هیچ وقت کافی نیستید؟ حتی وقتی آدم موفقی هستید و بقیه بهتون میگن خیلی موفقی، یا اینکه نمیتونید از خودتون راضی باشید چون همیشه یه بایدی تو ذهنتون هست. باید اینجوری میشد. اگه جزو این دسته از افراد هستید، احتمالاً شما درگیر طرحواره استاندارد سختگیرانه یا انتقاد درونی هستید. حالا اگه میخواید بدونید طرحواره چیه، ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. خوبین؟ رسیدیم به قسمت 17 از سری طرحواره ها. قرار این سری در مورد طرحواره‌ای صحبت کنیم که دائم شما از خودتون توقع کمال دارید. خب حتی وقتی خسته‌ای، حتی وقتی آدم موفقی هستی، حتی وقتی نیاز به استراحت دارید، بازم میگید نه، باید یه کاری انجام بدم. این طرحواره استاندارد سختگیرانه یا انتقاد درونی. طبق معمول بریم اول با نشونه‌هاش تو بزرگسالی شروع کنیم. ببینیم اگه شما این نشونه‌ها رو دارید، احتمال زیاد درگیر این طرحواره هستید. اولین نشونش تو بزرگسالی کمالگرایی افراطیه. کمالگرایی تا وقتی که به افراط نرسونتتون، یعنی بیش از حد کمالگرا نباشید، میتونه کمک کننده باشه. ولی وقتی کار به بیش از حد کمالگرایی میرسه، کار خراب میکنه. دومیش انتقاد دائمی از خودتونه. نشد دیگه، اینی که میخواستم نشد، اونجوری که باید باشه نشد، اینجوری شد، اونجوری شد. میدونی؟ سومی ناتوانی در بیان موفق بودنتون، ناتوانی از لذت بردن موفقیتتون. یعنی حتی وقتی موفقی هم اون لذتی که باید ببرید رو نمیبرید. و آخریش احساس گناه در زمان استراحت یا تفریح. یعنی وقتی داری استراحت هم میکنی، مثلا داری تفریح میکنی، اگه الان اون کار انجام میدادم و الان نباید این کار، الان باید یه کار دیگه انجام میداد. اگه جزو این دسته از افراد هستید، به احتمال زیاد شما درگیر طرحواره سختگیرانه هستید، استاندارد سختگیرانه یا انتقاد درونی. این طرحواره یعنی چی؟ ببین، این طرحواره وقتی اتفاق میفته که کودک فقط وقتی کامله، وقتی بی‌نقصه، وقتی موفقه پذیرفته میشه. ببین اگه نمرت 20 نباشه دیگه، مثلا 20 بشه 19 و 90 خورده ای هم نه. ببین فلانی کار خاص نکرد، تو باید 20 میشدی. ببین کسی که با این مسائل درگیره توی بزرگسالی باور داره همیشه باید بهترین باشه، اشتباه نباید بکنه، خودشو تحت فشار میذاره و حتی اگه این فشار باعث اضطراب و افسردگی یا نارضایتی بشه، باز همین کار ادامه میده. خب حالا ببینیم یه مثال کلی. ببینیم وقتی یه شخصی به اسم آرش توی بچگیش نمره 20 میگرفته، مورد تشویق قرار میگرفته، یعنی فقط نمره 20 میگرفته. حالا این آرش ما بزرگ شده، وقتی توی پروژه موفق میشه و پروژه رو تحویل میده، بازم خودشو سرزنش میکنه، میگه من بهتر از اینم میتونستم تحویل بدم و من بهتر از اینم میتونستم فلان کارو بکنم. هیچ وقت خودش این آدم راضی نیست و در حال تلاش برای رسیدن به استانداردهای خیلی غیر واقعیه. بچه مثال هایی که من میزنم یه چیز خیلی ملموسی، حالا مثلا این نیستش که فقط این مسئله باعث شه شخص تو آینده درگیر همچین طرحواره‌ای باشه. این یکی از مسائلیه که این طرحواره رو میسازه. خب ریشه های شکلگیری این طرحواره، اولیش والدین سختگیر و کمال طلبن. والدینی که توی هر مسائلی دیگه زیادی سخت میگیرن. میگم معدلت 19 و 96 هم بشه، تو کار خوب مثلا شاقی نکردی.
تو باید 20 میشدی، تو باید فلان کار میکردی، تو باید فلان مدرک رو میگرفتی. دومیش تشویق مشروط به موفقیت با عمل کرده بالاست. ببین یه وقتایی، حالا نمره رو دارم مثال میزنم، یه وقتایی شخص توی اون مبحث خب 18-19 هم بد نیست، اصلا 15 هم بد نیست، توی وقتایی توی مباحثی 10 هم بد نیست، ولی تا وقتی 20 نگیره تشویق نمیشه. تشویق که نمیشه هیچ تو سری هم میخوره. خب یا از این تشویقای خب حالا دستت درد نکنه، آفرین، نکن، اصلا اینجور تشویق نکن. سومیش مقایسه دائمی با دیگران. دیدی فلانی؟ مگه درستون یکی نبود؟ اون چرا 20 شد تو شدی 19. بابا به قول یه جمله ننت خوب بابات خوب، حالا یه غلطی این وسط در اومده دیگه. اون چرا معدلش 19.97 تو 19.95 مثلا؟ چرا واقعا بچه‌هامون همون بچه‌ای که هست دوست نداریم؟ سومیش نبود فضای امن برای اشتباه کردن یا استراحت کردن. یعنی فقط تو باید درس بخونی. این جمله رو خیلی شنیدیم، اینجوری که این آهنگو حفظی اگه درسات هم حفظ میکردی الان به جای رسیده بودی. خب اون آهنگ برای تایم استراحتش بوده، داشت ازش لذت میبرده و باعث میشه که شخصی که با این جملات زندگی میکنه حتی وقتی میگم تو یه جایی داره لذتش میبره، اگه الان این کارو میکردم و اگه الان اون کارو میکردم و میدونی از اون تایم استراحتش هم نمیتونه لذت ببره. طبق معمول برسیم به اون راهکارهای مقابله‌ای، ولی بگم بهتون من روانشناس نیستم، تراپیست نیستم و صرفا محققم، دارم روی یک سری مسائل تحقیق میکنم و نتایجش رو با شما در میون میذارم. پس اینایی که میگم خیلی بیسیکه و شما اگر این مشکلات رو در خودتون میبینید 100% حتما باید تشریف ببرید پیش تراپیست. اوکی؟ خب اولیش شناسایی صدای انتقادگر درونی و به چالش کشیدن رو باید اول بشناسید اون صدای انتقاد درونیتون رو. خب دومیش تمرین پذیرش خودتون با نواقص. ببینید هیچ انسانی کامل نیست. خب اول شما باید این خودتون رو با تمام نقص هایی که دارید بپذیرید و بگید اب نداره آقا مثلا تو این چیز حالا خوب نیستم، ایرادی توش نیست، همه تو همه چیز خوب نیستن. سومیش کار با درمانگر برای کاهش فشارهای درونی. کار با درمانگر. اوکی؟ و آخریش یادگیری لذت بردن از مسیر، نه فقط از نتیجه. لذت بردن از مسیر، از زمانی که دارید برای اون کار میذارید. نتیجهش وقتی از این مسیر لذت ببرید نتیجهش هم براتون لذت بخش میشه. و این که امیدوارم این مسائل براتون خیلی کم باشه. من فکر نمی کنم ما حداقل توی این کشور انسانی رو داشته باشیم که با هیچ طرحواره‌ای درگیر نباشه. شاید حتی ما کسایی رو داشته باشیم که با همه طرحواره‌ها درگیر باشن. ببینید فقط این نیستش که من درگیر یه دونه طرحواره باشم. خیلی وقتا ما با چندین طرحواره درگیریم و اینکه اگر نشونه‌هاشو تو خودمون می‌بینیم 100% به تراپیست مراجعه کنیم قبل از ورود به یک رابطه، قبل از تشکیل یک خانواده، قبل از به دنیا آوردن یک فرزند. ما باید خودمون رو درمان کنیم تا بتونیم نسل بعدی رو درمان کنیم. جامعه سالم همیشه از انسان‌های سالم تشکیل شده. وقتی ما می‌خوایم جامعه رو تغییر بدیم اول باید از خودمون شروع کنیم. صرفاً باید از خودمون شروع کنیم. اوکی؟ خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که کامنت برام بذارید و اگه تجربه‌های مدلی داشتید، حتی اگه این مسائلی که براتون تعریف میکنم چیزی رو براتون به یاد میاره و احساس میکنید که آره این اتفاق برای منم افتاده، حتما برام تعریف کنید. من کامنتاتون رو میخونم تا جایی که بتونم جوابتون رو میدم. خیلی دوستتون دارم. خیلی مراقب خودتون، ذهنتون، قلب مهربونتون و زندگیتون باشین. دوستتون دارم. در پناه خدای ایران زمین. خدا نگهدار.